سعی کردم دیگه ننویسم قرارداد ساعتی دارم، بگم که مثلا من تو این شرکت تمام وقت کار کردم 1 سال، رفتم شرکت بعدی اونجا 2 سال تمام وقت کار کردم، بعد رفتم شرکت بعدی. و شما هم سعی کنید همینجوری انجام بدین. اگر شما 3-4 جا به صورت فول تایم کار کرده باشین خیلی بهتر از اینه که توی رزومتون بنویسید 10 جا قرارداد ساعتی داشتین و اینا خب از نظر زمانی هم خیلی اورلپ یا به اصطلاح همپوشانی داره و از دید اون کارفرمای خارجی خیلی پوینت مثبتی، خیلی نکته مثبتی نیستش که شما مثلا 10 جا رفتین مشاور بودین. عنوان شغلی که می‌نویسین توی شرکت مختلف کار کردین سعی کنید دیولپر، اسپشیالیست یا کارشناس، توسعه دهنده اینجور چیزا باشه و تیم لید، منیجر و این سمت‌های شغلی بالا رو سعی کنید ننویسین، چون شانستون میاد پایین و به اصطلاح اوور کوالیفای میشین، فردی بالاتر از انتظار کارفرما میشین و شما رو استخدام نمیکنن. بعضی فکر میکنن اگر مثلا من بگم تیم لید بودم، منیجر بودم، مدیر بودم، واسه میشه که خب بگن این طرف خیلی فنیه، خیلی توی کار قوی هستش، دانش خیلی بالایی داره و مثلا شانس استخدامش بالاتر میره. ولی خب اونا میدونن کسی که به فرض تیم لید هست، منیجر هست، نمیتونن بیان به عنوان کارشناس ازش استفاده کنن یا بعدا ممکنه دچار دردسر بشن، برای این طرفو ریجکتش میکنن. پس سعی کنین همون چیزی که کارفرما میخواد توی رزومتون باشه. اگه کارفرما دنبال دیولپر، دنبال اسپشیالیست، شما عنوان شغلیاتون رو تغییر بدین. اگر کارفرما دنبال منیجر و تیم لید بود، خب اون موقع شما برید حالا تایتل و عنوان مشاغلتون رو تغییر بدین. خب من رزومم رو ادامه بدم. یه بخشی از رزومم من گفتم که مدرس پاور بی آی و سی شارپ بودم، مؤسسه سماتیک از سال 2017 تا الان به صورت قرارداد ساعتی. باز اینجا از عدد استفاده کردم، چند نفر رو تونستم آموزش بدم. و توی این در واقع 2-3 بخش آخر سابقه کاری من اشاره کردم به سابقه برنامه‌نویسی، به بک‌گراندی که توی سافر انجینیر، توی سافر دیولپینگ داشتم. چون همون اولم توی درباره من یا سامری که نوشته بودم گفته بودم که من یک بک‌گراند برنامه‌نویسی دارم و اون رو اینجا نوشتم. گفتم چه شرکتی کار کردم، چه کارا انجام دادم، یه مدتی مثلا فریلنسر بودم. ببینید بعضی وقتا کارفرما خیلی ریز سابقه کاری شما رو که نمیخوام. مثلا شما ممکن یه جا 1 سال کار کردی، مثلا 5-6 سال پیش، اون رو شما بکنید 2 سال، بکنید 3 سال، برای اینکه گپی ایجاد نشه توی رزومتون. و باز یه مورد دیگه هم که اگر امکانش بود حتما رعایت کنید. ببینید مثلا من اینجا گفتم که توی پخش داروی هجرت از این سال تا این سال هولش 1.5 سال بود فکر کنم کار کردم. ولی اگر بتونید یه توضیحاتی در مورد همون شرکت هم بنویسین خوبه. خب اون فرد خارجی، کارفرمای خارجی که نمیدونه شرکت پخش دارویی چی هستش، ولی اگر من جا داشتم، چون اگه می‌خواستم برای هم بنویسم رزومم 3 صفحه میشه و نمی‌خواستم 3 صفحه بشه، دیگه این کارو نکردم. توی مصاحبه توضیح میدادم این رو. ولی اگر سابقتون کمه، برای اینکه یه رزومه 2 صفحه یا 1 صفحه پر داشته باشین، میتونید یه توضیح در مورد شرکت هم بنویسید. مثلا دیجیکالا کار کردین، یه توضیح بدین دیجیکالا به فرض بزرگترین فروشگاه آنلاین هستش، نمیدونم انقدر نیرو داره، انقدر شعبه داره، از اعداد استفاده کنید که بزرگی اون شرکت رو نشون بدید. یا مثلا من اینجا میتونم بگم که هجرت دومین پخش داروی شرکت، نمیدونم 30 تا شعبه داره، 1000 نفر پرسنل داره، که نشون بدی شما تو چه شرکتی رفتی کار بی آی کردی، کار حالا برنامه‌نویسی کردی یا هر شغل دیگه‌ای. در اون سایز شرکت که بزرگ باشه به نوعی برای خود شما هم بهتر. خب اینا نکاتی بود در مورد این که ما سابقه کاریمون رو چجوری بنویسیم. ولی یه رزومه بخشای دیگه‌ای هم داره که توی رزومه کاری باید حتما اینا رو بیاری. یه بخش اسکیلز اند تولز من گذاشتم و در واقع اینجا دارم میگم من با چه ابزارهایی کار میکنم. بازم اینجا شما باید مرتبط ها رو بنویسین. مثلا من طراحی سایت وردپرس هم بلدم ولی اینجا نمی‌نویسم، یا من یه سری کارهای شبکه بلدم ولی ربطی به بی آی نداره، اینجا نمی‌نویسم. هر چیزی که نوشتم مرتبط با بی آی هستش. باز بعضی از بچه‌ای که تازه دارن شروع به کار میکنن یا سابقه‌شون کمه و تجربه رزومه نویسی ندارن، اینجا 20 تا 30 تا عنوان رو می‌نویسن، زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف، کارهای مختلف، نرم افزارهای مختلف، و این باز به ضرر شماست. چون هر چقدر تعداد اینا رو بیشتر کنین نشون میده که شما یه آدم سطحی هستین، دانش شما سطحیه. 5 تا 6 تا نهایتا 10 تا به نظرم کافیه. حالا شما تو هر زمینه شغلی که کار میکنید 10 تا رو پیدا بکنید، از مهمتریناش یا 5 6 تا همونا رو بنویسید. فکر نکنید اگر کمه یعنی که شما بلد نیستید. نه، این نشون میده که شما تمرکز بیشتر روی اون ابزارا داشتین و عمق دانشتون بیشتره. بخش بعدی هم سرتیفیکیت هست. من نوشتم که چه مدارکی دارم. باز اینجا رو توی مصاحبه از من چند بار پرسیدن که خب مثلا این مدارکی که نوشتی رو از مایکروسافت گرفتی، از آمازون گرفتی، از کجا گرفتی؟
که من همیشه براشون توضیح میدادم به دلیل تحریم ها مایکروسافت با ایران همکاری نمیکنه، ولی من در مؤسسه این دوره رو گذروندم که معلممون، استادمون، مدرسمون مدرک بین المللی داشت و خب عملا همه میدونن که ما مشکل تحریم ها رو داریم، راحت حرفتون رو قبول میکنن و ایرادی نداره، مشکلی نداره. باز وجود این سرتیفیکیت نشون میده که شما فردی هستین دنبال ارتقای دانشتون هستین، دنبال یادگیری هستین و حتما سعی کنید که اینجا بنویسید. بخش بعدی ادویکیشنه که من فقط نوشتم کدوم دانشگاه چه رشته‌ای رو از چه سالی تا چه سالی خوندم. این که دیگه رتبه کنکور من چقدر بوده، نمیدونم معدل من چقدر بوده، اصلا اینا مهم نیستش توی رزومه کاری. فقط شما باید بگید که به فرض چی خوندین، کی خوندید، همین. در واقع برای کارفرما این قسمت مهمه که بدون شما زمینه تحصیلیتون با کارتون یکی هست یا نه، که باز توی رزومه کاری، مهاجرت کاری این قضیه خیلی مهم نیستش. یعنی به فرض شما ممکنه که اینجا سابقه تحصیلیتون حسابداری باشه ولی 5-6 سال 10 سال تو زمینه برنامه‌نویسی کار کردی. برای کارفرما این قابل چشم‌پوشی هستش، گیر نمیدن سر این قضیه. این نکته مهمم اینجا بهتون بگم، سعی کنید که ننویسین مدرک ارشدی و دکترا دارین، چون کارفرما مجبور میشه حقوق بیشتری به شما بده در صورتی که اصلا هیچ فایده‌ای هم براش نداره. مثلا اگر فردی رو پیدا کنه که لیسانس داره، بچلر داره و مهارت‌های شما رو داره، اون طرف رو استخدام میکنه، چون از نظر قانونی حقوق کمتری پرداخت میکنه. ببینید تو ایران مثلا اینکه شما مدرک ارشد و دکترا داشته باشین از نظر قانون کاری خیلی تفاوت حقوق زیادی ایجاد نمیکنه، ولی اینجا خب تفاوت حقوقش بالاتر میره. من اینو از چندین نفرم شنیدم که اصلا ارشد و دکترا خودشون رو نشون ندادن به کارفرما، حرفی نزدن اصلا، چون اول با ارشد و دکترا دنبال کار بودن، بعد دیدن که سخت پیدا میشه یا اصلا پیدا نمیشه، بعد به عنوان کارشناس کسی که لیسانس داره رفتن مصاحبه کردن و تونستن کار بگیرن. این ارشد و دکترا میشه گفت بیشتر برای ویزای دانشجو یا ادامه تحصیل تو دانشگاه خارجی مهمتره. از نظر کاری واقعا حتی اگر ارشد یا دکترا هم دارید توی رزومتون نیارین، چون شانستون رو میاره پایین. بخش بعدی بخش لنگویج یا زبان‌هایی هستش که شما تسلط دارین. من اینجا خب اول مدرک انگلیسیمو نوشتم که به فرض آیلتس 6.5 دارم. چرا اول انگلیسی رو نوشتم؟ چون من دنبال کار به زبان انگلیسی بودم، پس اول انگلیسی رو می‌نویسم. بعد چون برای اتریش و آلمان داشتم اقدام می‌کردم نوشتم که من به فرض مدرک A1 آلمانی رو دارم و در آخرم زبان مادری یا زبان اصلیم رو نوشتم. باید همین ترتیب رو رعایت کنید. ولی بعضی اول مثلا خب من فارسی بلدم بعد انگلیسی بلدم. برای در واقع شرکت‌های خارجی باید شما جابجا اینو بنویسید. اول اون زبانی که می‌خواید باهاش کار بکنید و تسلط دارین توی کار اون رو بنویسید و نهایتاً بیاین به سمت زبان مادری. بخش آخر من یه بخش به عنوان والنتیر ورک نوشتم که اینو من دیر متوجه شدم چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. والنتیر ورک در واقع کار داوطلبانه هستش. اینجا من اشاره کردم که یک وبسایتی، کانال تلگرامی دارم که چقدر عضو داره، کلی مطلب داخلش گذاشتم به رایگان که بقیه استفاده کنم و این به عنوان کار داوطلبانه هست. و من هر وقت اینو توی مصاحبه‌ام میگفتم همون موقع طرف میگفت خب آدرس سایتتو بده، من آدرس سایتو بهش میدادم، همونجا سایت من وسط مصاحبه باز می‌کرد نگاه می‌کرد و خیلی خوشش میومد که مثلا چه سایت کاملی در مورد پاور بی آی و میگفتم که به فرض سایت من جزو اولین سایت‌های ایرانی بود که آموزش پاور بی آی من قرار دادم، یا گروه تلگرامی که داریم بزرگترین گروه تلگرامی پاور بی آی تو ایرانه، 1800 نفر الان که حالا صحبت می‌کنم با شما عضو داره و از فعال‌ترین گروه‌ها هستش. خب همینا باز خیلی خیلی تأثیر مثبتی میذاشت برای کارفرما، نشون میده که من کسی هستم که انتقال دانش انجام میدم، به بقیه کمک میکنم و این نشون میده که مثلا من از نظر تیمی میتونم فرد مناسبی باشم، چون برای اینا مهمه مثلا اگر هم تیمی از شما سوال کرد شما جوابشو میدی یا نه، کسی هستی که به بقیه بخوای کمک کنی یا نه، کسی هستی که بخوای ایراده بقیه رو رفع بکنی یا نه. و این خودش یه بخشیه که من بعداً به رزومم اضافه کردم و شما هم سعی کنید که یه چیزی رو پیدا بکنید. خب ببینید من دیگه رزومم رو کامل بهتون توضیح دادم، بخش مختلفش رو دیدید، نحوه چینش، نظمی که باید رزومه داشته باشه، همه رو شما سعی کنید اینجوری قرار بدین، چون برای کارفرما، برای مهاجرت کاری، برای کسی که میخواد شما رو استخدام کنه، اول حالا اون اسم و فامیل و درباره ما رو اطلاعات تماس مهمه، بعد سابقه کاری، بعد دیگه چه دانشگاهی خوندی، چه مدرکی داری، چه زبانهایی بلدی، اینا مهمه. برای همین من اینا رو آخر سر آوردم نوشتم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما لایک کنید، سوالی داشتین کامنت بذارید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.